یک پناهجوی افغان به اتهام تجاوز و قتل دختر یک مقام ارشد اروپایی در آلمان بازداشت شده است. پلیس آلمان میگوید که این پناهجوی افغان بر یک دختر 19 ساله تجاوز کرده و سپس وی را کشته است. به گفته پلیس مدرک‌های هم در پیوند به این رویداد به دست آمده است. تجاوز و قتل دختر یک مقام ارشد اروپایی توسط یک پناهجوی 17 ساله افغان در آلمان. مقام‌های پلیس آلمان اعلام کردند که این پناهجوی نوجوان افغان در شهر فرایبورگ در جنوب غرب آلمان بازداشت شده است. مقام‌های پلیس گفتند این نوجوان 17 ساله افغان در پی پیدا شدن دی و شناسایی‌اش از طریق دوربین‌های مداربسته در محل وقوع جرم بازداشت شد. این دختر قربانی دانشجوی رشته طبی بود که جسدش به تاریخ 16 ماه اکتبر در حاشیه رودخانه در شهر فرایبورگ پیدا شد. حادثه‌ای که قبلا هم در این شهر سابقه داشته است. کالبد شگافی نشان داده است که این دختر جوان ابتدا مورد تجاوز قرار گرفته و بعداً به قتل و جسدش به رودخانه پرتاب شده است. گرچند مقام‌های پلیس آلمان از جزئیات بیشتر درباره این حادثه خودداری کردند، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که دختر قربانی ماریا نام داشته و فرزند یک مقام ارشد اروپایی بوده است. شب قبل از این رویداد پیش از اینکه با بایسکل به خانه برود، این دختر جوان در یک مهمانی شب دانشجویی شرکت کرده بود، اما جسدش فقط چند ساعت بعد پیدا شد. این نوجوان پناهجو در بررسی‌های نخستین چیزی نگفته است، اما وی در سال 2015 میلادی و در پی بحران مهاجرت به اروپا به عنوان پناهجوی زیر سن بی سرپرست به آلمان رفته و در یک خانواده میزبان به عنوان فرزندخوانده زندگی میکرد. این رویداد به خبر بزرگ در آلمان تبدیل شده است و واکنش‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.